اینجا آشویتس است، جایی که انسان‌ها به خاطر عقیده، خانواده و تمایل خود محکوم و کشته می‌شدند. اردوگاه آشویتس یکی از 10 اردوگاه نازی‌ها و کامل‌ترین آنهاست که در لهستان واقع شده و در طول اشغال لهستان توسط نازی‌ها تجهیز شده بود. آشویتس که حدود 60 کیلومتری غرب شهر کراکوف واقع شده، هم اردوگاه کار اجباری و هم اردوگاه مرگ بوده و 3 شعبه داشته: آشویتس، بیرکیناو و مونوویتس. حدود 1,100,000 نفر در آشویتس کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. آشویتس به عنوان سمبل مرگ، هولوکاست و نابودی یهودیان اروپا شناخته می شود. آربایت ماخت فغای بر فراز دروازه اصلی اردوگاه آشویتس نوشته شده که کار شما را آزاد خواهد کرد. شعاری که زندانیان در ابتدای ورود به اردوگاه آشویتس آن را باور می‌کردند، اما تنها مرگ بود که هزاران نفر از یهودیان را از آشویتس نجات داد. تعداد کمی از افرادی که از این دروازه وارد اردوگاه آشویتس شدند توانستند زنده جان سالم از آنجا به در ببرند. همه یهودیان خوششانس نبودند، اما تعداد کمی از آنها هم بودند که کار واقعا آنها را آزاد کرد. داگمار لیبلووا 85 ساله از بازماندگان اردوگاه آشویتس است. او از یهودیانی است که در سال 1942 به همراه خانواده‌اش به اردوگاه ترزین در چکسلواکی سابق فرستاده شد. آنها بعد از 9 ماه به اردوگاه آشویتس فرستاده شدند و اشتباهی کوچک جان او را نجات داد. واقعیت خیلی بدتر از آن بود که تصور می‌کردیم. وقتی ما به ایستگاه قطار آشویتس رسیدیم، به بیرکیناو فرستاده شدیم، به جایی که آن را کمپ خانوادگی می‌نامیدند. فقط 2 اردوگاه خانوادگی در آنجا بود. یکی برای زندانیانی که از ترزین به آنجا منتقل شده بودند و دیگری برای کلی‌ها. یهودی‌ها، همجنسگراها، کلی‌ها، جنایتکاران و زندانیان دیگر به محض ورود به آشویتس مورد تحقیر نازی‌ها قرار می‌گرفتند. ورود یهودیان به آشویتس از طریق این راه آهن انجام می‌شد. زنان و مردانی که سوار بر این قطار به اردوگاه وارد می‌شدند هنوز مو داشتند، لباس‌های خودشان بر تنشان بود و در پس چهره‌های ترسیده و رنگ پریده‌شان هنوز امید به زندگی دیده می‌شد. آنها به محض ورود باید چمدان‌هایشان را تحویل می‌دادند و توسط پزشک معتمد نازی‌ها در جایی که نقطه گزینش نامیده می‌شد معاینه می‌شدند. آنهایی که ضعیف و بیمار بودند یا توانایی کار کردن نداشتند و پیرترها و بچه‌ها مستقیم به اتاق گاز فرستاده می‌شدند. زندانیانی که زنده می‌ماندند چمدان‌ها، لباس‌ها و وسایلشان را تحویل می‌دادند. موهایشان تراشیده می‌شد و شماره خالکوبی شده بر دست چپشان جای نام آنها را می‌گرفت. زندانیانی که مستقیما به اتاق گاز فرستاده می‌شدند خالکوبی نداشتند. من قطعاً بهش عادت کردم. یک بار دکتری به من پیشنهاد داد که آن را پاک کنم. فکر کردم اگر آن را پاک کنم جای آن میماند و هر کسی می‌خواهد بپرسد که این چیه. میدونین این شماره خالکوبی شده بخشی از شخصیت من شده. بیشتر از 70 سالی که با آن زندگی کردم. چند نفر از دوستانم که بازماندگان هولوکاست هستند همین خالکوبی رو دارند. افرادی که در نقطه گزینش به سمت چپ هدایت می شدند هیچگاه نمی دانستند برای مرگ انتخاب شدند. به آنها گفته می شد برای کار انتخاب شدند و باید ابتدا حمام کنند. قربانیان به اتاقی هدایت می شدند و در آنجا از آنها خواسته می شد همه لباسهایشان را در آورده و برهنه شوند و به اتاقی بزرگ که دوش‌هایی بر روی دیوارهای آن نصب شده بود برده می شدند. زندانیان ابتدا تصور می کردند قرار است حمام کنند. زمانی که درها بسته میشد، گاز از دریچه‌های سقف یا از طریق پنجره وارد اتاق میشد. گاز به سرعت زندانیان را میکشت. زمانی که همه زندانیان جان خود را از دست میدادند، زندانیان ویژه‌ای برای جمع‌آوری اجساد آنها گمارده میشدند تا به اتاق آمده جریان هوا را وارد اتاق کرده و جسدها را به بیرون منتقل کنند. جسدها برای یافتن طلا یا اشیای قیمتی احتمالی گشته میشد و سپس به کوره‌های آدمسوزی فرستاده میشدند. در هر کدام از این اتاق‌های گاز میشد روزانه 6,000 نفر را کشت. معلومه که وقتی برای اولین بار چنین چیزی را میشنوید آن را باور نمی‌کنید، چون غیر قابل باور به نظر میرسد. اما خیلی زود آن را به صورت واقعی دیدیم. بعد از 3 ماه که وارد آشویتس شده بودیم در ماه مارس 1944
قرار بود تعدادی از افرادی که تا آن موقع 6 ماه را در آشویتز گذرانده بودند به کمپ دیگری فرستاده شوند. اما آنها به اردوگاه دیگری نرفتند. به اتاق گاز فرستاده و همه در یک شب کشته شدند. شب 8 مارس 1944. چندین نفر از اقوام ما هم از جمله عموی من و خانواده‌اش و عده‌ای از دوستانمان در همان شب از بین رفتند. بعد از آن شایعات جدیدی منتشر شد. گفته میشد کسانی که با گاز خفه شدند 6 ماه در قرنطینه بودند و بعد به اتاق گاز برده شدند. گفته میشد ما هم شامل این دستور ویژه میشویم. خیلی احساس عجیبی بود. زمان خیلی عجیب و سختی بود. من تقریباً 15 سال داشتم و فکر میکردم تنها 3 ماه فرصت دارم. نمیتوانستم تصور کنم بعد از 3 ماه همه چیز تمام میشود و هیچ وقت نمیتوانم چیز دیگری جز اردوگاه و بلوک ها و سیم ها را ببینم. I couldn't just imagine that after 3 months everything would be over, that I would never see anything else than the blocks and then the wire. زنان 16 تا 40 ساله و مردان 16 تا 50 ساله زندانیانی بودند که اگر سالم بودند برای کار اجباری انتخاب می شدند. آنها به اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان فرستاده می شدند. ایده نازی ها این بود که یهودی ها قبل از راه حل نهایی کار مفیدی برای آلمان انجام دهند. راه حل نهایی نقشه نازی ها در جنگ جهانی دوم برای از بین بردن سیستماتیک یهودیان بود. زنی که مسئول بلوک ما بود با فهرستی آمد و نام کسانی را که قرار بود به اردوگاه کار اجباری بروند خواند. او نام من را هم خواند. من به او گفتم که اشتباه کرده چون من 16 سالم نیست. او به کاغذهایش نگاه کرد و گفت که در آنجا گفته شده من در سال 1925 به دنیا آمدم و 19 سال دارم. من در سال 1929 به دنیا آمده بودم. یک نفر اشتباه کرده بود. از این اتفاقها می افتاد. اما این اشتباه که توسط کسی انجام شد که نمیدانم کیست جان من را نجات داد. زندگی در اردوگاه آشویتز آسان نبود. روز از ساعت 4:30 صبح یا 1 ساعت دیرتر در زمستان آغاز می شد. هوا حتی در تابستان هم در آشویتز سرد بود. زندانیان باید هر روز صبح ساعتها در هوای سرد در ردیف‌هایی می‌ایستادند تا افسران نازی بیایند و سرشماریشان کنند. گم شدن دکمه لباس یا تمیز نکردن کاسه غذا می‌توانست تنبیه و بازداشت به همراه داشته باشد. And the food was very simple. It was in the morning. غذا خیلی ساده بود. صبح‌ها قهوه‌ای به ما می‌دادند که فقط مایعی گرم بود. در میانه روز به ما سوپ می‌دادند و عصرها تکه نان و قاشقی مربا. چیز دیگری نمی‌خوردیم. ما خوششانس بودیم که در آن زمان اجازه داشتیم بسته از خارج از اردوگاه دریافت کنیم. خیلی جالب بود. ما اجازه داشتیم بسته دریافت کنیم، اما اجازه نداشتیم که بنویسیم لطفاً برای ما غذا بفرستین چون گرسنه هستیم. بسته ها به دست ما میرسید. گاهی تکه نان و مقداری شکر یا خوراکی شیرین که فاسد نمیشد. مقداری کمک بود، ولی ما همیشه گرسنه بودیم و این برای ما کافی نبود. جای خواب ما 3 طبقه بود. در هر قسمت 6 نفر میخوابیدند. مادرم، من و خواهرم در قسمت بالا میخوابیدیم و 3 نفر دیگر هم بودند که آنها را به خاطر نمیآورم. ما پتویی هم داشتیم که روی خودمان میکشیدیم. یهودیان در آن زمان در اردوگاه آشویتز و بیرکناو دشمنان زیادی داشتند. سرما، بیماری، اپیدمی‌های مرگاور، گرسنگی و برف و باران دشمنان آنها بودند، اما هیچ کدام از این دشمنان به اندازه نازی‌ها جان آنها را نگرفتند. بیمارستان آشویتز هیچ کس را مداوا نکرد. دکترهای معتمد نازی‌ها روی دوقلوها و زنان باردار آزمایش‌های پزشکی انجام می‌دادند و آنها را می‌کشتند. بلوک 11 در اردوگاه آشویتز به بلوک مرگ مشهور بود. زندانیانی که از نظر نازی‌ها متخلف محسوب می‌شدند در این بلوک تحت شکنجه قرار می‌گرفتند. بعضی از زندانیان مجبور بودند بعد از کار کردن در طول روز تمام شب را در سلول‌های کوچک که تنها جای ایستادن داشت بگذرانند. زندانیانی که تلاش می‌کردند از آشویتز فرار کنند در سلول‌های تاریک زیرزمین بلوک 11 بدون آب و غذا روزها نگه داشته می‌شدند تا بمیرند. سلول‌های تاریک زیرزمین تنها یک پنجره کوچک و دری سنگین داشت. بلوک 11 اتاقی داشت که به اتاق شستشو معروف بود. زندانیان به این اتاق برده شده و از آنها خواسته میشد که لباسهایشان را به طور کامل از تن در بیاورند. بعد آنها را به حیاتی که بین بلوک 10 و 11 واقع شده میبردند و در مقابل دیواری که به دیوار مرگ مشهور بود با شلیک گلوله میکشتند.
تاکنون آماری از بازماندگان آشویتس جمع‌آوری نشده است. بیشتر کسانی که در آشویتس بودند از آنجا به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و در اردوگاه‌های دیگر آزاد شدند. در دوره زمانی چند ماهه بین سال 1944 و 1945 نازی‌ها در حال تخلیه آشویتس بودند و تلاش کردند زندانیان زیادی را از آنجا و بیرکناو خارج کنند. آنها همچنین در هفته آخری که به آزادسازی آشویتس منتهی شد، اسناد و دست‌نوشته‌های زیادی را از بین بردند. آنها اتاق‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی در بیرکناو را هم منفجر کردند. The official date of creation of the State Museum here is تاریخ رسمی افتتاح موزه آشویتس ژوئیه سال 1947 است، یعنی حدود 68 سال پیش. اما بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه آشویتس، تعدادی از بازماندگان تصمیم گرفتند در این مکان بمانند تا از آن محافظت کنند. قبل از تخلیه آشویتس، نازی‌ها تلاش کردند تا آنجایی که می‌توانند مدارک و شواهد آنچه اینجا رخ داده را از بین ببرند. تعدادی از بازمانده‌ها اینجا ماندند چون احساس می‌کردند این مکان باید به یادگار باقی بماند. قبل از اینکه موزه آشویتس رسما افتتاح شود، این بازماندگان اولین محافظان اینجا بودند. بر اساس آمار موزه آشویتس، سال گذشته میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از این اردوگاه بازدید کردند. این اولین باره که از یه اردوگاه کار اجباری بازدید می‌کنم. غمگین شدم. شگفت انگیزه. وقتی فکر میکنین حدود 70 سال پیش آدم‌ها چه کارهایی با آدم‌های دیگه اینجا انجام دادن، احساس بدی پیدا میکنین. ما نمیدونستیم باید انتظار دیدن چه چیزی رو داشته باشیم. فقط نگاه کردیم که سالها قبل اینجا چه اتفاقی افتاده. اینجا خیلی بزرگتر از اونی بود که من تصور میکردم. جالب بود که تونستیم همه جا رو ببینیم. ریل قطارم جالب بود که مردم رو به اینجا می آورد. البته دیدنش خیلی غم انگیزم بود. من انتظار داشتم که اینجا اتاقای گاز و تعدادی خوابگاه ببینم. انتظار نداشتم که این همه بزرگ باشه و ساختمون توی اون باشه. اینجا خیلی بزرگه. در سال 1979 میلادی سازمان یونسکو کمپ آشویتس را به عنوان نماد بیرحمی انسان نسبت به هم نوعان خود در قرن 20 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داد. I went there in 1994. It was 50 years after the درست 50 سال بعد از کشتار دست جمعی یهودیان در اتاق گاز در مارس سال 1944 با گروهی از بازماندگان هولوکاست به همراه همسرم به آشویتس رفتم. میخواستم همه چیز را به او نشان دهم. برایم عجیب بود. شما فکر میکنین که بعد از 50 سال یک اتفاق را فراموش میکنین. اما وقتی به آنجا رفتم و باقی مانده های آشویتس را دیدم و بعد که به برکیناو رفتم و بلوک های سابق را دیدم و حتی یکی از توالت هایی که در زمان ما استفاده میشد را دیدم، متوجه آن شدم که اتفاق ها را فراموش نکردم. عکسی از آنجا گرفتم و متوجه شدم که همه چیز مثل قبل است. خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم دیگر به آشویتس نروم. دیگر نمیروم. بارها به کمپ ترزین رفتم. نمیتوانم بشمارم چند بار رفتم. بارها به کمپ هامبورگ و برزن رفتم ولی نمیتوانم به آشویتس بروم. نمیدارم چرا، ولی شاید به خاطر اینکه آشویتس آخرین جایی بود که من و خانواده‌ام با هم بودیم. به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است. اما وقتی میروم همه خاطرات برایم زنده میشود. دیگر آنجا نمیروم. خیلی سخت است. تعداد کسانی که در آشویتس، برکیناو و دیگر کمپ‌های نازی‌ها کشته شدند به تنهایی گویای عظمت تراژدی که در اونها اتفاق افتاده نیست. شواهد اونچه که نازی‌ها انجام دادن در زمین‌های این اطراف باقی مانده و شاید مدرکی است برای آنکه بدانیم انسان قابلیت انجام چه کارهایی را دارد. فرین آسمی، آشویتس، برکیناو، رادیو فردا.